سپاه پاسداران ایران در بیانیه اعلام کرد با عملیات بشار فتح پایگاه اودید قطر را هدف هجوم ویرانگر و قدرتمند موشکی قرار داده است. در بیانیه گفته می شود این عملیات ها با تدبیر شورای عالی امنیت ملی و راهبری قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا انجام شده است. اودید بزرگترین پایگاه نظامی امریکا در منطقه است که در قطر جایگیر می باشد. شورای عالی امنیت ایران این حمله را پاسخ به اقدام تجاوزکارانه و گستاخانه امریکا علیه مکانهای هسته‌ایش عنوان کرده است. در بیانیه این نهاد گفته می شود تعداد موشک‌های پرتاب شده در این عملیات برابر بمب‌های بود که امریکا در حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران استفاده کرد. BBC از قول پنتاگون نوشته است در این حمله یگان امریکایی آسیب ندیده است. و اما ترامپ پاسخ تهران را به ضربه‌های هوایی ایالات متحده به انشاءات هسته‌ای ایران ضعیف نامید. اون نوشته است از ایران تشکر می‌کند که پیشکی از این حمله‌ها آنها را آگاه کرد و این سبب شد تا کسی کشته نشود. شاید اکنون ایران تواند به سوی صلح و هماهنگی در منطقه قدم گذارد و من با روح بلندی اسرائیل را نیز به عمل‌های همسان دعوت می‌کنم، نوشت ترامپ در تروث سوشال. در پیامی دیگر او نوشت تبریک میگویم زمان صلح رسید. ضمناً اسرائیل هم امیدوار بوده است که عملیات خود را ضد ایران به زودی انجام دهد و این پیام را به ایالات متحده رسانیده است. اطلاع می‌دهد خبرگزاری ریترز. این رسانه با استناد به 3 منصبدار اسرائیلی میگوید تل اویو نیت انجام دادن عملیاتش را علیه ایران دارد. به گفته آنها بسیار چیز به قدم نوبتی ایران وابسته است. 2 منصبدار دیگر تاکید کردند که راهبران اسرائیل در حال تهیه استراتژی دقیق خروج هستند که عملیات را به پایان رساند و به حمله‌های موشکی و به سرنشین ایران خاتمه بخشد. اسرائیل روز 13 ایون به طور ناگهانی به تأسیسات نظامی و هسته‌ای ایران حمله کرد. در پی این حمله‌ها شماری از فرماندهان بلندپایه نظامی و دانشمندان بخش هسته‌ای ایران کشته شدند. ایران هم در پاسخ با موشک و پهپادها به اسرائیل حمله کرد. با گذشت بیش از یک هفته در روز یکشنبه سپری شده هواپیماهای امریکا شب 21 به 22 ایون به 3 انشاءات هسته‌ای ایران، فاردو، نتنز و اصفهان حمله کردند.